سیاه‌رگ‌هایی که واریسی می‌شوند همان وریدهایی هستند که درست زیر پوست قرار دارند، نه وریدهای مهم عمقی که بیشترین حجم خون را انتقال می‌دهند و گاهی ممکن است دچار ترومبوز خطرناک شوند. این امر بدین معناست که اگر وریدهای واریسی مشکل آفرین هستند، می‌توان آنها را به وسیله جراحی خارج یا با تزریق مسدود کرد که بهش میگن اسکلروتراپی. تقاضا برای درمان وریدهای واریسی خیلی بالاست. سالانه بیش از 50,000 عمل انجام می شود. اکثر افرادی که وریدهای واریسی دارند هیچگاه به مشکلات درمانی جدی ناشی از واریس مانند زخم مبتلا نمی شدند و بنابراین نسبت به کسانی که بیماری‌های خطرناکتری دارند در اولویت بعدی درمان قرار می‌گیرند. کدام وریدها واریسی نیستند؟ وریدها در زیر پوست شکل‌هایی ایجاد می‌کنند که مخصوصاً در افراد روشن